لطفاً یک مکان آرام پیدا کنید. این فایل صوتی شما را برای یک مراقبه کوتاه آماده می کند. در وضعیتی راحت بنشینید. می توانید روی یک صندلی با تکیهگاه مناسب یا روی سطحی نرم بر روی زمین بنشینید. اگر تمایل دارید از یک کوسن برای حمایت بهتر استفاده کنید. تماس بدنتان با زمین یا صندلی را احساس کنید. نفس خود را نیز حس کنید، هنگام دم و هنگام بازدم. آرام آرام به یک ریتم طبیعی و ملایم در تنفس خود برسید. با هر دم و بازدم متوجه نرمی و رهایی بدن خود شوید. به آرامی در جای خود تثبیت می شوید و در تنفستان غرق می شوید. اکنون اندکی زمان بگذارید تا با تصویر متحرکی که پیش روی شماست و صداهایی که فضا را پر کرده اند همسو شوید. رنگ‌ها را ببینید. غنا و تنوع آنها را حس کنید. به حرکات آرام و هماهنگ اشکال هندسی توجه کنید. صداهای دلنشین پیانو را بشنوید یا زمزمه آرام پس زمینه را. بگذارید همه اینها به آرامی وارد حواس شما شوند، همانطور که هوا به آرامی وارد بدنتان شده و خارج می شود. حواس خود را روی بخشی از تصویر متمرکز کنید. شاید حرکت اشکال توجه شما را به خود جلب کند. شاید زیبایی لطیف گلبرگ‌ها و الگوهای حرکتی آنها شما را جذب کند. شاید تنوع شگفت‌انگیز رنگ‌ها برایتان دلنشین باشد. شاید زیبایی آنها را درک کنید. بگذارید این زیبایی وارد وجودتان شود. حواستان را به خود جلب کند و شما را آرام سازد. احساس کنید که چگونه این زیبایی از طریق چشمها و گوشهای شما وارد می شود و تمام بدنتان را در بر می گیرد. متوجه شوید که تصاویر و صداها چگونه شما را لمس می کند و چه احساسی را در بدنتان بیدار می سازند. همانطور که نشسته اید، ارتباط خود را با زمین زیر پایتان احساس کنید. توجه خود را بر صداها حفظ کنید. بر لطافت و زیبایی این اشکال متمرکز بمانید و بگذارید آگاهیتان تا حد ممکن با آنچه میشنوید و میبینید در هم آمیزد. فقط اجازه دهید که آرامش در شما تثبیت شود، همچنان که حواس شما فعال می باشند و نفس به آرامی در بدنتان جاری است. اکنون توجه خود را به دورترین صدایی که می شنوید بدهید و یا به یک چیز کوچک تمرکز کنید. آگاه باشید که شما با انواع شکل‌هایی که در طبیعت وجود دارد در ارتباط هستید. شگفتی این الگوهای متحرک را درک کنید. آرامش آنها، غنای آنها، قدرت، پیچیدگی و سادگی را در این اشکال حس کنید. بدانید که این ویژگی‌های درونی شما نیز هستند.
همچنان که نشسته اید فقط تنفس کنید. گوش دهید، نگاه کنید. افکار و نگرانی‌های دیگر را رها کنید. در این لحظه زیبای حال فقط حضور داشته باشید. بگذارید دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها با نفس‌هایتان درآمیخته شوند. اجازه دهید ذهنتان آرام شود و توجهتان حساس‌تر گردد. به اشکالی که می‌بینید و صداهایی که می‌شنوید آگاه باشید. حرکت‌های ملایم، رنگ‌های لطیف و الگوهای زیبا. توجه کنید که تمرکز بر تفاوت‌های ظریف در اشکال متحرک در شما چه احساسی ایجاد می‌کند. در بدن، در تنفس، در قلب و در ذهن شما. به شادی ساده و پویایی که از این ارتباط نزدیک با زیبایی نشأت می‌گیرد توجه کنید. بگذارید تصاویر وجودتان را در بر گیرند. سعی کنید که احساسات برانگیخته شده توسط این اشکال و الگوها را در وجودتان دریافت کنید. بر انرژی آرامبخش و نیرویی که از تمام جهات می آید تمرکز کنید. با حرکت این اشکال مقدس در ارتباط باشید. آگاه باشید که ما همزمان هم می توانیم استوار و منطقی باشیم و هم روان و جاری. حرکت این الگوها را با نفسهای خود هماهنگ کنید. انقباض و انبساط طبیعی و لطیفی را در بدن خود احساس کنید. اکنون شاید بخواهید چشمهای خود را ببندید و شکلهایی را که تماشا کرده اید در ذهن مجسم کنید. انرژی این اشکال متحرک را در پاهایتان حس کنید. احساس را به مچها، ساقها و ماهیچه‌های پا انتقال دهید. نفس عمیقی بکشید و بیرون دهید. احساس کنید که چگونه نفس شما هر باقی مانده ای از تنش یا استرس را از بدنتان بیرون میبرد. همچون ابری که پراکنده می شود. حال این انرژی را در زانوها، رانها و کل پاهایتان احساس کنید. احساس کنید که به باسن و لگن شما منتقل می شود و چگونه این انرژی شما را به آرامشی که در درونتان نهفته است متصل می سازد. اکنون این انرژی را از کمر به سمت بالای بدن خود منتقل کنید. احساس کنید که چگونه حرکات روان این انرژی با قفسه سینه، قلب و ریه‌های تنفس کننده تان هماهنگ می شود. اجازه دهید این انرژی به گردن، صورت، پیشانی و تمام سرتان برسد. حالا به شانه‌ها، بازوها، دستها، مچها و انگشتانتان منتقل می شود. این انرژی برایتان شفافیت به ارمغان می آورد. اشکالی که در درونتان دارید بازتاب همان اشکالی هستند که در طبیعت پیرامون ما دیده می شوند. در گیاهان، در ستارگان، در کیهان. و حالا حس کنید که این انرژی یک پارچه از پاهایتان تا نوک سرتان بالا می رود و فراتر از شما گسترش می یابد. نفس عمیق و آهسته‌ای بکشید و سپس هوا را تا جای ممکن بیرون دهید و احساس کنید که این انرژی همه جا اطراف شما را فرا گرفته است. در چند لحظه پایانی ممکن است بخواهید فقط باشید و با صداهایی که میشنوید
ارتباط بگیرید یا به اشکال متحرک و لطیف فکر کنید. اجازه دهید این حالت از آگاهی و پذیرش وارد وجودتان شود و شما را آرام سازد. ببینید که آیا می توانید این احساس ارتباط را با خود به باقی روز ببرید. اکنون به آرامی آگاهی خود را از بالای سر به پایین پاهایتان بازگردانید. اگر چشمهایتان را بسته بودید، حالا می توانید به آرامی آنها را باز کنید. دستها، پاها و کمرتان را کمی بکشید. نگاهی کوتاه به اطراف بیاندازید و الگوها یا اشکال هندسی از طبیعت که توجهتان را جلب می کنند ببینید. و زمانی که آماده بودید می توانید شروع به حرکت کنید یا می توانید همینجا کمی بیشتر بمانید و از آخرین صداها لذت ببرید.